سلام دوستان، شبتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین. اومدیم با پارت اول آشنایی با لوازم تعمیرات موبایل که میخوام شما رو آشنا کنم با لوازمی که باید برای تعمیرات موبایل، لوازم اولیه‌ای که باید داشته باشیم برای تعمیرات موبایل آشناتون کنم. اولین لوازمی که ما لازم داریم، اولین دستگاهی که لازم داریم به نام مولتیمتره. مولتیمتر اولین و میشه گفت واجب ترین دستگاهی که باید هر تعمیرکاری داشته باشه. شما اگر مولتیمتر نداشته باشین، ارزیابی و جریان کشی اینا هیچ کدوم رو نمیتونین انجام بدین. باید حتما اولین چیزی که داشته باشین مولتیمتره که بیشتر کارهای ما با مولتیمتر انجام میشه. هم تست ارزیابی، تستای از نظر تست بازر، تست اتصالی، همه رو باید با مولتیمتر انجام. بعد دومین لوازمی که شما لازم داریم که تو این کار شما بتونید استفاده کنید برای باز کردن صفحات گوشی، برای درب پشت صفحات گوشی، دستگاهی هست به نام سپراتور که شما میتونید این سپراتور رو برای باز کردن صفحات گوشی، قاب پشت گوشی و جدا کردن شاسی از فرم و از صفحه LCD گوشی، اینا رو میتونید استفاده کنید و از طریق این دوتا بازویی که داریم میتونید چنج گلس رو انجام بدید. یعنی شما میتونید از طریق سیم های مخصوص که برای LCD تعبیه شده عملیات چنج گلس رو انجام بدید. خب حالا این دستگاه چطور کار میکنه؟ این دستگاه جلوش تنظیماتی داره برای تنظیمات دما. شما صفحه که اینجا میذارید میتونید دما که 90 تا 100 درجه تنظیم کردین، حدود 8 تا 10 دقیقه میذارین روش که صفحه گوشی گرم بشه. بعد که صفحه گوشی گرم شد میتونین از طریق پمپی که داره این عملیات جدا کردن رو انجام بدید و یا میتونین از طریق این بازویایی که داره صفحه رو از خود گلس رو از صفحه جدا کنید. برای گوشی‌هایی که گلس فنیشون شکسته میتونید این کار رو انجام بدید. اسم این دستگاه هست سپراتور که چندین نوع مختلف داریم که این سپراتوری هم که الان ما داریم سانشاین هستش. دستگاه خیلی خوبیه و خیلی هم کارآمده، حتما باید اینو داشته باشین. البته از سشوار صنعتی هم استفاده میکنن دوستان، ولی سپراتور خیلی هم مجزاتره هم راحت‌تره. بعدش هم گرمایی که سپراتور میده گرمای متمرکزه، یعنی کل صفحه همین گرما بهش میخوره. ولی شما از سشوار صنعتی استفاده بکنین تا شما دور صفحه دور بزنید اون قسمت سرد شده، ولی این تمام قسمت ها یه اندازه گرم میشه، پس برای همین راحت تر کارتون انجام میشه. بریم سراغ دستگاه سوم. دستگاهی که سومی که ما داریم اسمش هست منبع تغذیه. این دستگاه هستش به نام منبع تغذیه که این هم همین دستگاه سانشاین هستش 3005D. دستگاه بسیار خوبیه، دستگاه قدیمیه. الان این رو هم براتون روشن میکنم و بهتون میگم. این قسمت ولتاژه که شما برای ارزیابی حتما باید روی 4.2 تنظیمش کنید و این قسمت هم آمپرشه که شما میبینید که این آمپرشه که تا 5 آمپر و 30 ولت جریان رو میکشه. و این دستگاهی که حتما برای جریان کشی، شوک باتری و برای تست گوشی، حتی برای روشن کردن و پود شدن گوشی، بالا اومدن گوشی، حتما باید از این دستگاه استفاده کنید. و میریم سراغ
دستگاه بعدی. این هم دستگاهی هست به نام هیتر هوویه. هیتر هوویه یکی از دستگاه اصلی کار تعمیرات موبایل هستش که یک هوویه همراهش هست و یک هیتر، که این دستگاه هم این قسمت بالا مال قسمت هیتره و این هوویه است که شما با این دستگاه میتونید برای برداشتن آیسیا، برای ریبال کردن و برای برداشتن شیلد ها و حتی برای جدا کردن صفحه از خود شاسی میتونید از خود این هیتر هم استفاده کنید، ولی با دمای معین. میبینید این مال تنظیم باد هیتره، این مال دمای هیتره و این یکی هم برای دمای هوویه است که هوویه هم این کنار هستش که میبینیدش. اینا رو که خاموش بکنید هوویه خاموش میشه و این دستگاه چون سنسور نداره برای قطع کردن، وقتی کلید رو خاموش کنید رو بادی که تنظیم کردید خودش هیتر رو خنک میکنه و خاموش میشه. و این دستگاه باید باشه واسه هر تعمیرکاری که بتونه تمام کاراشو به نحو احسن انجام بده. هوویه و هیتر اصلی ترین دستگاهی که تعمیرکار موبایل باید داشته باشه. خب دستگاه بعدی که داریم به نام مولتی شارژر هستش که 4 تا پورت معمولی داره و 2 تا پورت شارژ سریع داره که شما میتونید از طریق مولتی شارژر برای اینکه گوشیتون مسیر شارژ رو تست بکنید و ببینید که به درستی شارژ میکنه گوشی رو و یا اصلا گوشی شما بردتون سالم هست، مین برد و ساب بردتون سالم هست و راحت میتونید تست شارژ از گوشیتون بگیرید. و این مولتی شارژر تمام تعمیرکارها باید داشته باشن، بسیار واجب هست برای عیبیابی دستگاه، عیبیابی مدار شارژ دستگاه و برای شارژ سریع که بعضی وقت لازم هستش که گوشی به شدت و سریع مدار شارژش تست بشه و یا حتی گوشی سریع شارژ بشه، باید این دستگاه رو داشته باشید. و میریم سراغ دستگاه بعدی. دستگاهی هست به نام لوپ که شما با این دستگاه برای عیبیابی، برای نگاه کردن که روی بورد قطعات ریز، قطعات SMD و برای ریبال کردن و شابلون کردن حتما باید از دستگاهی به نام لوپ استفاده کرد که قطعات SMD رو خیلی خیلی بزرگتر نشون میده، حتی در حد چندین برابر چیزی که هستش که شما راحت بتونید ببینید. این دستگاه های لوپ 2 چشم داره و 3 چشم داره. این 3 چشم ها یک دوربین الکترونیکی بهش وصل میشه که شما میتونید از طریق فیش HD به تلویزیون وصلش کنید و هرچی که شما اینجا بردی رو بذارید زیر دستگاه میتونید از طریق تلویزیون اون برد رو ببینید. هر کاری که با برد انجام میدید، عیبیابی، شابلون کردن، ریبال کردن و هر کار دیگر رو میتونید روی تلویزیون قشنگ نگاه کنید و باید از این دستگاه به نام سشوار صنعتی استفادهش کنید. این دستگاه هستش به نام سشوار صنعتی که اینا هم میبینید تنظیم دما داره از طریق این کلید. این ولوم شما تنظیم دما رو انجام میدید، دور کند و دور تند داره که در چه حد دما رو براتون تنظیم کنه. اسم این هست سشوار صنعتی برای برداشتن
LCD برای تعویض LCD، درب پشت گوشی و برای جدا کردن شاسی از LCD میتونین استفاده کنید. فقط خواهشی که از شما دارم، باتری‌های باد کرده موبایل رو به هیچ عنوان نه شوک بدین نه گرما بدین، چون به شدت خطر انفجار داره. خب این پات رو تا این چندین دستگاهی که به شما آموزش دادم و بهتون گفتم، این پات رو خاتمه میدیم تا انشالله پارت بعدی که با لوازم کوچکتر تعمیرات موبایل مثل خمیرقل ها، فلکس ها و سیم لحیم ها، سیم قل ها و تینر و هر چیز دیگه که لازم هست همه رو به شما آموزش میدم. خدا شما رو به خدای مهربون میسپارم تا پارت بعدی. خدا نگهدار.